مازندران تاریخ پرفراز و نشیبی دارد. از ورود اقوام گوناگون باستانی تا ساسانیان و پس آنگاه ورود اسلام به منطقه، از مهمترین حکومت‌های مسلمان صفویه بود. مجموعه باغ‌های عباس‌آباد در 9 کیلومتری شهرستان بهشهر و در میان جنگل‌های انبوه قرار گرفته و از جمله مهمترین و بزرگترین باغ‌های تاریخی ایران است که با وسعت 500 هکتار به عنوان یکی از باغ‌های ایرانی در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این مجموعه به دستور شاه عباس اول صفوی در سالهای 1020 و 1021 ساخته شده است و در حال حاضر مهمترین باغ غیر کویری ایران به شمار می آید. سرزمین 24,000 کیلومتر مربعی مازندران آثار و بناهای تاریخی و باستانی کم ندارد.